یه چند تا خصوصیات خوب شیرازی‌ها رو براتون بگم. اصلا شیرازی‌ها آدمای صاف، پاک، معصوم، مهربون. اصلا نگاهشون که بکنی لامصب دلت میخواد، اصلا دلت میسوزه برای شیرازی‌ها. بس که این آدما مهربونن، اصلا انگار خدا اینا رو بهش فرستاده رو کره زمین. شیرازی‌ها خود بهشتی هستن. مثلا اگر یه شیرازی آدرس بپرسی هیچ وقت مسیر رو برای تو طولانی جلوه نمیده که منصرف شی. مثلا بگو تخت جمشید کجا، یا کاکا این 2 قدم جلوتر رسیدی تخت جمشید. اینقدر مهربون میداری، مثلا میشه وقتی میری خرید به شیرازی کارتتو میدی هیچ وقت ازت نمیپرسه رمز، نگات میکنه تا خودت رمزی تو بگی. حالا شما اگه دلت میخواد مثل ما شیرازی‌ها باشی و زبان زد باشی تو کل کشور، من بهت یاد میدم چجوری از شیرازی درونت مراقبت کنی. یه شیرازی تحت هیچ شرایطی چرت بعد از نهار رو از دست نمیده. تو خیابون باشه، تو رستوران باشه، هر جا باشه، اینجوری هم که بکنه باید چرتو رو بزنه. یه شیرازی به هر پلنی در هر جا و هر موقعیتی ها میگه. یه شیرازی مرتبا سایت‌های هواشناسی رو چک میکنه تا مبادا روزای بارونی و ابری از دست بده. این خیلی مهمه، این نکته. از یه روز بارونی از کف شیرازی بره، شیرازی و افسرده میشه. یه شیرازی هر جا که یه کافه باز میشه باید بهش سر بزنه. مراقب شیرازی درونتون باشی.